اختیار مرگ در دست خداست. مرد یا نامرد مردن کار ماست. نکم جیگری گپا گفتی. همین کلمه بدونی با انگلیسی چی میشه؟ چی میشه به انگلیسی؟ همین با انگلیسی میشه hit the nail on the head. میره دقیقی جو چه استفاده میکنن؟ کویا مثال بیار؟ برای مثال I think you hit the nail on the head. That's exactly the problem. یعنی من فکر میکنم که تو درست گفتی، با مورد گفتی. این همان مشکلی اساسی است. بعد هم خیلی فرازه ها رو از کجا پیدا کنیم؟ این گونه فرازه ها را شما میتونید از صفحه های اجتماعی روزنامه خطلان دسترس کنید.